بعضی قصه ها در سکوت و برف آغاز میشن، نه با صدای تب، نه با هیجان، بلکه با یه زمزمه ساده پشت پنجره. بیا با هم سفر کنیم به دل برف، جایی که پرنده آبی قصه‌ای برای گفتن داره. در دل کوهستانی سرد و دور افتاده، جایی در شمال ژاپن، روستایی کوچک پنهان بود. روستایی که برف همه صداهاش را بلعیده بود. در آنجا دختری تنها زندگی می کرد. سایا، دختری با چشمهای سیاه و دلی پر از سوال. هر شب کنار پنجره می نشست و با صدایی که فقط خودش می شنید زمزمه می کرد: آیا جایی هست که رویاها واقعا زنده باشن؟ زمستان امسال سردتر از همیشه بود. آن شب وقتی سایا شمعها را خاموش کرد و پتو را تا زیر چانه‌اش بالا کشید، صدای آرومی از پنجره آمد. بلند شد، آروم جلو رفت، پنجره را باز کرد و دید یه پرنده آبی کوچک، زخمی و لرزان را که به سختی نفس می‌کشید. سایا پرنده را توی دستش گرفت و آوردش کنار آتیش. زخمش را با تکه‌ای پارچه بست و آن شب در کنار هم به خوابی عمیق فرو رفتند. از فردای آن روز هر شب وقتی همه جا ساکت می‌شد، پرنده شروع می‌کرد به خواندن، اما نه مثل پرنده های عادی. صدای آوازش مثل یک لالایی مادر بود، مثل رویای کسی که دلت برایش تنگ شده، مثل شعری که از دل کوه بیرون می آید. سایا هر شب با آن آواز خوابش می برد، تا اینکه در شب دهم پرنده آواز نخواند. فقط نگاهش کرد و در سکوتی عجیب صدایی در ذهن سایا پیچید. اگه بخوای میتونی با من بیای به دنیایی که صدا نیست اما رویاست، جایی که شب تموم نمیشه و آدم تنها نیست. فقط اینو بدون، اگر بیای دیگه برگشتنی در کار نیست. سایا لحظه ای سکوت کرد، سپس گفت: قبوله، میام. صبح روز بعد همسایه پیر به در زد، اما کسی جواب نداد. در رو باز کرد. اتاق گرم بود، آتش هنوز میسوخت، شمع‌ها روشن بود، اما سایا نبود. فقط روی لبه پنجره یک پرنده آبی نشسته بود، ساکت و آرام. و وقتی پیرزن نگاهش کرد، پرنده تا بالای مه پر کشید، تا آنجایی که نگاه نمی‌رسید. گاهی یک پرنده آبی فقط پرنده نیست، شاید همون رؤیاییه که سالها تو سکوت دنبالش میگشتیم. سفرک این بار در سکوت تمام شد، اما قصه بعدی همین نزدیکی هست. اگه جایی از این قصه با دلتون حرف زد، برامون حتما بنویسید و اگر دوست داشتی بازم با همون سفر کنی، سابسکرایب یادت نره. تا قسمت بعد در دل رویا بمون.